اصل بر این هست که انسان مسلمان نباید لباسش و شلوارش پایین‌تر از قوزک پا باشد، به خاطر نهی شدیدی که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده. منتها اگر کسی با این کیفیت نماز خواند، از نظر شرعی و از دیدگاه جمهور فقها نمازش صحیح هست، از اون قبول می شود و فرض از اون ساقط می شود. و روایتی که در این زمینه آمده که ان الله تعالی لا یقبل صلاة رجل مسبل ازاره در سنن ابو داود، این روایت از نظر سندی ضعیف هست و فاصله میان دو پاها در حالت قیام و هنگام نماز باید به حالت عادی باشه، نه پاها را به هم دیگر بچسبانید و نه زیاد فاصله بگذارید در میان پاهایتان. فقهای احناف گفتند 4 انگشت، فقهای شوافی گفتند 1 و منتها در این زمینه مقدار مشخصی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. هر کسی بسته به طبع خودش به حالت طبیعی بایستد.